دوستا به این ویدیو ما به شما طریقه گرفتن پرایس پد رایگان یاد میدم. کسایی که یاد ندارین دوستا این ویدیو تا آخر نگاه کنین که من برای شما طریقی رو میگم، میتونیم بریم خود پرایس پد رایگان بگیریم. دیگه دوستا تیک تاک منم فالو بگیریم، ویدیو هم به دوستا خود شیر کنین که بیایم این پرایس پد به خود بگیرم. دیگه بریم سمت آموزش دوستا. دیگه بخش ایونت دوستا وا میکنیم. دیگه بخش ایونت تو وا کردیم دوستا، به اینجا علامت زدم رو پرایس پد کلیک میکنیم و این سمت چپ کاست اینجا باز رو از این گزینه کلیک میکنیم دوستا. اینجا این یکی هست به یک کدی که رو پین استفاده میکنیم و بخش دیوم دوستا و او هشتگ را میریم به ویدیویی که به تیک تاک یا به اینستا یا یوتیوب جور میکنیم از او هشتگ استفاده میکنیم. دیگه کسایی که یاد نداریم دیگه این بخش کد رو برای شما نشون میدیم، کد به اینجا میمونیم. دیگه او علامت رو فعال میکنیم، اوکی میکنیم. دیگه خلاص دیگه این اوکی کردیم برای شما پرایس پد مفت رایگان میده. دیگه کسایی که یاد نداشتیم دیگه بریم به خود پرایس پد رایگان بگیریم. دیگه جانم اسمت هم داره. دیگه ویدیو رو به دوستا خود شیر کنیم، تیک تاک منم 100% فالو بگیریم. دیگه بریم هر کدوم شما که پرایس پد به خود رایگان گرفتیم میتونیم بیایم به کامنت برای ما بگیم. دیگه جانم اسم همگیتون.